جنبه خیلی درست و واقعیه، این که امام رضا بین هیچ کس تفاوت نمیذاره. امام رضا به دل آدما نگاه میکنه و هرچی دارم من از امام رضاست. دفعه اولم که رفتم من گریه افتادم، دیدم یکی زد سرشون من گفت دفعه اول تو اومدی؟ گفتم بله. گفت هر کی میخوای از امام رضا بگیر بهت میده. منم گریه کردم، ازش خواستم، جوابمو داد و بعد از این که دیدم جوابمو داد شیفته شدم. حرمم میره گاهی وقتا. ببین من ارادت ویژه‌ای یکی به مولا دارم حضرت علی، یکی به امام رضا. مثلا انگار امام رضا ایرانیه، میدونی یه همچین حسی برای ما ایرانی هست. انگار با امام رضا یه ذره راحت ترین، یه ارادت ویژه نسبت بهش پیدا میکنی دیگه. همه چیه زندگیمو من از امام رضا دارم. در حال مکانیزم فکر هر کسی یه جوریه. یه نفر فکر میکنه از عقل داره، یه نفر فکر میکنه از کوشش داره. هر کسی یه فکری میکنه. ما هم دلمون خواسته اینجوری با خودمون حال کنیم. تو فکر میکنی امام رضا مثل تو منو پس میزنه؟ آمدم کنار تو تا دلم آرام شود، تو هر که را صدا کنی یک شب خوشنام شود. هرچه که من دور شدم مرا رها نمی کنی، برای غربت دلم ببین چه ها نمی کنی. پناه تنهایی من شانه‌ام نشک من، خسته‌ام از در به دری اسم مرا صدا بزن. تو که نگفته مرا شنیدی از نگاه من، مرا در آغوش بگیر پاک شود گناه من.